عصرتون بخیر دوستان عزیز. یه ویدیو بگیرم از کف خیابان‌های ترکیه. ساعت 6:20 تو ایران هم میشه 6:50. حدوداً ساعت 8 اینا فکر می‌کنم تاریک میشه. اختلاف زمانی ظاهراً نیم ساعته، اما در حقیقت 1.5 ساعت بین ایران و ترکیه. یعنی ایران 1.5 ساعت زودتر شب میشه، تاریک میشه، چون که شرق تره نسبت به اینجا. مثلا مشهد و مثلا تبریز نیم ساعت فرق میکنن یا 25 دقیقه. اینجا همونطوری. اینجا هم خب هوا دیرتر تاریک میشه هرچی سمت غربه کشور و شهر، و برای همین در واقع 1.5 ساعت فاصله شه. وقتی که ایران ساعت ها رو میکشید عقب جلو، اون موقع 1.5 ساعت بود فرقش، یه نصف سالم نیم ساعت بود. اینا دیگه ایران دیگه تغییر نداد، موند رو همون نیم ساعت اختلافه، اما در حقیقت اونطوری نیست. 1.5 ساعت اختلافمون. وقتی آمبولانس میاد خیلی صداش بلنده و آژیر رو قطع نمیکنه. اینجا اینم تراکتور. حرف از آژیر زدم. تراکتور آژیرش رو چراغش رو روشن کرده. شهر زیتون هست، زیتون و انجیر، برای همین تراکتور خیلی استفاده میشه. یاد حرف معروف افتادم که میگه الیاخ تراکتورون دال تکره. البته کمتر کسی هست که اینو شنیده باشه و بلد باشه. تو ایران مال شهرهای خاصی هست. الیاخ تراکتورون دال تکره. اگه بلدید بگید یعنی چی و چه جوری است. هر روز کلیپ میذارم از ترکیه. لطفا فالو کنید، شیر کنید، لایک کنید. لطف و محبت میکنید با حمایتتون از کانال من تا کانالم موفق‌تر و بهتر بشه. ویدیوهای طولانی‌تر راجع به کار و تفریح و سفر و عشق و حال و همچنین تحصیل و کار در ترکیه براتون خواهم گذاشت به مرور در کانال. پس با کانال من همراه باشید. کانال اصلیم هست و تو ترکیه همیشه استفاده میکنم.